شما؟ خدا بزن اینجا بیمارستانه. میشنوه فرق شکست. من احمد حسینم، صاحب خونه سعادت آباد که پای تلفن گفتی سجاده دارن توش کارایی میکنن بیا جمعشون کن. نمیشه باعث خوب شه. حرف نمیتونی یعنی دو ماه وایسیم من ازت یه خواهش دارم، اونم اینکه وقتی ازت سوال میپرسم لطف کن اگر جوابت مثبت 60 پای راست، اگر جوابت منفی 60 پای چپ رو تکان دهی. قربان مثال اگه متوجه حرف من شدی 60 پای راست رو تکان دهی. این خونه مال محمد حسینه. ناز 60 دو طبقه دو نفشه بدون کاجه. مگه سعادت آباد نیست؟ گفتم سعادت آباده. کجای سعادت آباده؟ چجوری با شستش بگی کجای سعادت آباد آخه؟ بابا با یه شست یه میدون یه چیزی به چرخ و یه چاله یه چیزی ما نشون بده دیگه. ما با یه شست باید یه آدرس بگیریم. آقا دست فرد نکنید.